سلام مجدد بچه‌ها. خب ما راه افتادیم توی مسیری که هستیم، یعنی مسیری که اومدیم یه جایی زیادیش صنعتی و ماشین بزرگ و ماشین سنگینی داستانا بود دیگه. ما مثلا این مسیر رو رد کردم اومدم اینجا یه خود لوازم گرفتم، هیچی بر نداشتم که تو را دارم فکر می‌کنم، مثل اجاق گاز و خیلی چیزا بر نداشتم. خلاصه از این نیمه آماده گرفتم که دیدم اونجا با یه آتیشی چیزی کار رو سر هم بیارم. تو چی کار می‌کنیم؟ باز بریم پایین‌تر، فضا اوکی‌تر بشه، ریلکس‌تر بشه، باز ویدیو میگیرم. ادامه. آقا قبل از هر چیز احتمالاً صدام زیاد خوب نیست. راستش تنبلی کردم میکروفونمو وصل کنم. خیلی از لوازم دیگه هم نیاورد که دوربینو روی دسته موتور نصب کنم. قبل از هر چیز من معذرت‌خواهی کنم، کلاه ایمنی ندارم، خیلی زشته کارم، قبول دارم. باید حتما این حرکت رو انجام بدم. یه هفته پیش رفتم کاری داشتم، رفتم توی شهر، بعد رفتم لوازم یدکی و چند تا کلاه دیدم، نگرفت منو، بعد دیگه می‌خواستم نبود. ولی خب اولویت هم نیست. میدونی چیه؟ وگرنه تا حالا کی بود بهترینشو گرفته بودم. بخشید بینیم خواهید یه لحظه دست آزادم دهنم سرویس شد تا اینجا. دوست دارم مغازه وایستادم فقط یه چیز 4 تا خرت و پرت بخرم. همیشه با ماشینم خب راک داخل کسی نمی‌دونه سود می‌خرم میام. الان هر جا وایستادم. چند سالشه؟ این چیه؟ خوش به حالت؟ کجا میری؟ کی تو؟ نمیدونم مجردی، متأهلی، چیکاری؟ میتونه ما ول کنین آقا، بذارین ما بریم. یه راه 20 دقیقه‌ای، حالا بگو نیم ساعتی، 1 ساعت و نیم طول کشید. اینقدر که صحبت کردم با هم، هر جا وایستادم. نمی‌شدم ول کنم بیام، ول نمی‌کردن. یعنی خریدار انجام دادم، کارا رو کردم، میگم هیچ چی برنوشتم، نه اجاقی و نه خرت و پرت چی. باید غذاهای حاضری بردارم دیگه، آتیش اونجا میکنم. عرضم به حضورت که برای راکم غذا گرفتم، 2 تا رون مرغ گرفتم براش، کافیه. و بنزین الان نصفه بیشتره، این پر باشه میرو برمیگرده. اوکی. تو مسیر میخوام با راک دیگه پمپ بنزین نرم. تو مسیر یه جا هست چیزی میکنیم برقه نگیره ما رو. تو مسیر یه جا هست یه جا هست که بذار راک بره جیشی بکنه. الان که وایسادیم بپر جیش کن. لباسش هم باز شده. عرضم به حضورتون که کجا بودم؟ خلاصه خیلی علاف کردن ما رو. نه اینو گفتم. بگذاریم الان یادم میاد. ببین چه موش بزرگی، ببینم هیچ راه میره دنبالش. میگم دیگه 1 ساعت و نیم رو موتور علاف این خشک شد دهنم. من درد زدم با اینا. بطری آبم عقبه. این طفلی هم رو موتور دیگه، نه جیشی نه هیچی. تو خیابون خب مضطرب‌تر میشه، بیشتر احتیاج داره به جیش کردن. حتما با ماشین میرید این ور اونور، با ارزنم سگتون اختصاص بدید، وقت بذارید که بیاد بیرون جیش کنه. چون مضطرب میشه. تو خونه شاید 5-6 ساعت راحت خودش نگه داره، ولی بیرون خب مضطربن همه سگای صداهای مختلف، جاهای مختلف، بوهای مختلف، و این نیاز به دستشویش مثل خود ما بیشتر میشه. نتیجتاً بذارید حتما یه جیشیشو یه تایمی نگه دارید، حتما براش جیشی بکنید. من خودم زیاد دستشویی میرم، برای همین مشکلی نیست. دو تا این پریم میریم از ماشین یا موتور کار انجام میدیم برمیگردیم. این پارت چندم نمیدونم. باز بریم ادامه کار. الان کجاییم؟ شاهنامه، بولوار شاهنامه. بچه‌های مشهد میدونن دیگه. میریم تا ادامه کارو داشته باشیم. فعلا راک بوده بیا پسر. رفت تو لونه اون موش خرمای چی اینا، اسم مشهدی داریم اون، حالا بعدا میگم خدمتتون. موش کلاو بهش میگن، ولی من این مشهدی نیست، کلاو. من نشیدم دارن چی اون واژه‌ای. عرضم به حضورت بگذریم. رفت روی خونه اون داشت بوم کرد، ببینید چه خبره. بیا بالا، بیا راک، بینج بپر بالا. آفرین پسر، آفرین پسر، آفرین پسر، آفرین. تو بچه‌ها کاری ندیدی؟ بریم پارت بعدی. بازم برای اینکه ما کلاه ایمنی نداریم، نه من نه راک، واقعا عذرخواهی می‌کنم. کارمون زشت. آره زشت. خوش بده. واقعا بودم. مراقبت فعلا. باز تا پارت بعدی من با سعی خودم برسونم تا غروب نشه، یعنی هوا تاریک نشه. این تایم رو باید هوا روشنی برم. فعلا مخلصیم.
صندلی رو گذاشتم کنار و میکروفون رو نصب کردم. عرضم به حضورتون که امیدوارم صدا بهتر بشه. بالاخره موتور و باد و سختی خودشو داره. کجای مسیریم؟ دیگه وارد روستا شدیم. عملا وارد بخش روستایی شدیم و چکریم. عرضم خدمتتون که همچنان داریم ادامه میدیم و این طبیعت رو گفتم شما یه نگاهی بندازید. بالاخره 4 تا دار و درخت همینا میتونه حال آدم رو خوب بکنه. تو مسیر میومدم انگار داستان مثلا این سبکی که من دارم میرم الان، یعنی با سگم و موتور و این هفته و مجردی و تنها و همه اینا، گویا برای چند نفر توی خیابون حالا فروشنده ها و سوپرمارکت اینا جالب بود براشون. گفته که باز برای خودم جالب بود این بود که بهشون گفتم که توی کانال یوتیوب هم دنبال کنید، آریو پارسا به فارسی بزنید و من میام اونجا آموزش هم هست و آموزشی دنبال کنید. گفته جالبش این بود که اصلا نمیدونستن یوتیوب چی هست. گفت چی یوتیوب؟ بودم که یوتیوب هیچ شبیه به اینستا فلان. مثلا یکی میگو اینستا موقعت الان تمسه، یکی گفت نمیدونم اینستا ندارم. این داستان ها از این طرف باحاله، از این طرف باحاله، از این طرف داستانهای خودشو داره. باحاله این که بکره، هر کسی نمیاد جای هر کسی. فضای بهیه، کار درست، چی میگم، کار مثبته، کار روی رشد، یه همچین چیزی رو یوتیوب می‌طلبه. نتیجتاً مخاطبی یوتیوب رو میپسنده و میاد توی یوتیوب دنبال رشد، دنبال تغییر، دنبال آدرس، دنبال نشونه است، توی هر چیزی. البته برای من خودم جالب بود که دیدم یه عده آشنایی نداشتن با این قضیه، با این معنی توی هم میشد هستن. من ببینم کیفیت این خیلی خرابه، صدام خیلی بده چون باد زیاده واقعا. اگه ببینم کیفیت هم مناسب نیست قسمت رو حذف کنم، نمیذارم. ولی امیدوارم که با این میکروفونه بتونید صدای خوبی رو بردارید. با که هنوز نصفه نشده، یه خال دیگه داره تا نصفه. اینجا بنزین داره، یه 2 تا بطری 1.5 لیتر بنزین میگیرم همراه باشه. بر از محکم‌های نمیگانه توی مایه ها بایستم من بنزین بگیرم. باز رسیدم این لوکیشن دیگه، میام خیلی مخلصیم آقا. فاینالی ما رسیدیم. که اونجا رو نگاه کن، یه چیز اومده. بگو دیگه، یه گروه، یه تور. خب ما اونو کار نداریم. خواستم راکو ولش کنم، تفلی خسته شد دیگه. ببین این روستای آبقد، ویدیو ازش زیاد گذاشتم. 2 تا مسیر داره. سمت چپ میره آبشار، سمت چپ میره سد، سمت راست میره آبشار. سمت سد فعلا. راکی بیا پایین، بیا پایین، وایس، بینج. خب بریم اونور بازش.
شلوغه این سمت میریم سمت سد کم راه بره گیش پیشاشو بکنه بعد برمیگردیم میریم سمت آبشار. بیا اینجا دندوناتو جمع کن. بدو برو. خب مسیر آبشاره. تاریک میشه. همینجوریش تو مسیرم گفتم همینجوریش من وقتی بیرون میام معمولا نمیدونم حالا خاطر چیه خیلی نگاه میکنن مردم. بعد با راکم که هستم چه میدونم با این خیلی دیگه نگاه بیشتر میشه. الان اونجا تو مسیری که وارد شدیم احساسم بد شد. اون جایی که دقیقاً وارد رودخونه شدیم گفتم سمت احتمالاً توی ویدیو خودتون متوجه بشین. حالا عینک داره رو چشم شما نمیبینید ولی خب بادی لنگویج مشخصه. میدونید نگاه های مردم اذیت کننده است. نمیدونم احساس خوبی ندارم وقتی اینجوری نگاه میکنن، وقتی به دقت نمیدونم. حالا شاید منم این نفر سگ داشته باشه از کنارم رد نگاهی بندازم به سگش خب یا خودش، ولی دیگه اینکه الان 7 نفر مرد بودن خواستم ازش فیلم بگیرم یه چرتی بگم من ولش کنم، حالا خودم بد میکنم، حالا منم بد میکنم. ویدیو هم روی چیزم که بود دوربینم هم که روشن بود بعدم شما اون بعد وجود منو نبینید. من نمیدونم شما چجوری چیکار میکنید اینجوری جا؟ یکی داره رد میشه، یه خانمی داره رد میشه دوست داره این شکلی لباس بپوشه، چه میدونم پوشش خودشو داره. بعد واقعا من درک میکنم خانوما رو، نمیدونم آقایان خیلی تیز نگاهشون میکنن و چه احساسی دارن، این حالتون خیلی درک میکنم. بگذاریم. خب مسیر رودخونه مسیر قد رودخونه و آبشار و سد گفتم قاطی شد. این مسیر سده خب، یعنی اونجایی که رسیدیم آقایون اونجا بودن سمت چپ میاد سد. این مسیر الان داره میره به سد. میریم سد رو نشونتون بدم. بعد بریم که سد رو نشونتون بدم. اگه دوست داشتید میتونید شاید اونجا بیایید کمپ کنید، مثلا فضاش برای کمپ و اینا باحاله. اگه دوست داشتید بعد میبینم زیاد میان بچه‌ها کمپ میکنن، ولی خب صبح زود دیگه آفتابو دارید. ولی من قصدم اینه که برم سمت آبشار، یعنی دقیقا مخالف این مسیر. من فکر می‌کنم موتور رو کجا بذارم. اول این مسیر ما باغ داریم، میتونم تو باغ خودم موتور رو بذارم، میتونم ببرم اونجا پای آبشار بذارم. نمیدونم، تصمیم نگرفتم. میرم جلو ببینم چه جوری میشه داستان. هوا داره تاریک میشه. هنوز حالا البته تایم داریم، نیم ساعت 40 دقیقه فکر می‌کنم. دیگه هوا تاریک شد من فیلم نمیگیرم، خب نه دیده میشه نه هیچی، و سعی میکنم که چیز کنم، عرضم به حضورتون که شارژ رو نگه دارم، باتریشو نگه دارم واسه فردا واسه هوا روشن شد اون رو میزنم براتون. خب این مسیر رو ادامه میدیم تا سد. فکر کردم آمد تو ذهنم. خب باز اینجای ماشین به خانواده من باید حواسم به راک بشه.
موتور کاپ بریم کار آفرود کنیم. موتور آفرود یه موتور کراس هم دارم، یکی از رفیقام خریدیم با هم شریکی، ولی موتور نداره. تنش نوع خیلی باحاله، WR 250 اشتباه نکنم، یاماها، ولی خب چیز نداره، موتور نداره. باید موتور براش بگیریم، یعنی کلا انجینشو باید براش بگیریم، حدود 100 تومن هزینه شه. ولی خب اونو برداری کجا بری چیکار بکنی؟ باید با یک گروه اینجوری بری. من دوست دارم هر جا میرم رو با راک برم. اونم فضای خودش داره، حال خودش داره، پا بده مثلا یه جا میرم، ولی فیوریتم اینه. و موتورم میخوام عوض کنم، نمیدونم چی بخرم. چیزی که باز دوباره بتونیم بتونم راکو با خودم این بر اون بر بعدم. بذار ببندم رو پیشونیم دوربینو، کنم منطقی تره. خسته نباشی، خسته شدی جوون، پیرمرد، خسته شدی پیرمرد. کار هنری هم انجام بدم همزمان. خب آقا رسیدیم به سر. خواستم دوربین رو ببندم رو سرم، گوپرو رو ببندم رو پیشونیم، دیدم یکی از پیناشو، دو تا پین داره دیگه، باید اینو ببندی به اون رو ببندی به این. یکی از پینا رو دیدم جا گذاشتم، خودم خب خدا قوت. ببین فقط خودم رو برداشتم و راک و موتور، برو بریم. هیچ برداشتم، تاریخی شد. ولی واقعا نباید منو تو گینس ثبت کنن. کی میادم چی کارایی میکنه؟ به عشق شما فالوورای عزیز. الان رفته بودن تو باقالیا، اینقدر که اینجا خاکش شلووله. به عشق شما سابسکرایبرای عزیز. حالا درسته 9 نفرین، ولی خب به زودی میشیم 9 میلیون نفر. خب توهم بسه. بچه ها این نگاه کنید، آدم گریهش میگیره، اسم 100 زشت آدم به این بگه. خیلی اون عقب ترا، ای بابا چقدر اینجا خاک شله، خیلی اون عقب ترا زده که شنا ممنوع. این موضوع مثلا مال که این 100 کلا فکر کنم 15 سال درست کردن. خب این تابلو رو مثلا اون اوایلش که نزدن، یادم زمانی که زدم مثلا 5 6 سال پیش زدن، خیلی عقب تره. اونجا زده بودن شنا ممنوع، یعنی اونجا مثلا ورودی سده بوده یه جورایی. الان نگاه کن، اول بهار دیگه، فصل بارندگی تازه تموم شده. خب قاعدتاً باید تو پراپترین حالت ممکنش باشه، هوا گرم شده، برف آب شده و آب اومده. ولی خب شما آب می‌بینی، من که نمی‌بینم تو آش دیگه خونه که اونجاست. اینم تشنه شده رفت آب بخوره. خب استراحتی بکنیم ببینیم چی به چیه، جریان چیه. اوه کوله. بچه این کوله، اینم یار قدیمی منه، فکر میکنم یک 10 سال یاره هست با همه. من به این خیلی معتقدم. دیدم ولی خب دوربینم بعید میدونم بزنم به این ضرب مسئله. خیلی معتقدم که میگن انگلیسی ها، میگن اصلا معلوم نیست اینا انگلیسی باشه یا نه، ولی خب چون میگن اینقدر پولدار نشدم که به یه جنس 2 بار پول بدم. منظور این که همون دفعه اول یه بار خرید می‌کنی خوبشو بخر. اینم واقعا نسبت به خودش خوب بود، ولی تو فکر کن اگه 2 برابر من اون زمان میدادم که هیچ پولی نبود و تو زندگی الانم هیچ تأثیر خاصی نداشت، حالا این کوچولو میتونه موثر بشه. ولی اینو میخوام بگم اگر یه جنس خوب یه بار بخری دیگه نیازی نیست دوباره اونو پول بدی و بخری. اون زمان من اینو خریدم 600,000 تومان مثلا، الان باید مثلا اینو 6 تومن مثلا پول بدی مثلا. ولی این کوله‌ای که من رفتم دیدم و همین سایز 65 لیتری مثل این بود، کوراک تو آبای 65 لیتری مثل همین بود، حدود کنم 14 تومن شده. گفت خیلی زیاد. اون بالا رو ببین، دیده نمیشه. اون تابلوه دیگه زده شنا ممنوع و اونجا روی اینا آب بوده بچه‌ها. مثلا معلومه دیگه. ببین خطا رو ببین دقیقاً زیر اون تابلو اونجا، ببین چیزش فرق میکنه، پوششش، همه اینا آب بوده. یعنی ما الان کف یک سدیم، دقیقاً مشخص اون گوشه ها دو رنگ شده.
کف یک سدیم الان. خیلی ناراحت کننده است. من چیزی که یعنی من خودم دلخوشیم این طبیعت هم قرار بشه به هم بریزه دیگه. هیچ خودمون بچه با طبیعت خوب باشیم. اون روز با یکی از رفیقام توی یه کافه رفتم قهوه بخورم، صحبتمون گرم شد که گفتم یک کاش تریبونی داشتم من، فقط یه جمله خب که همه ایرانی‌ها بشنون، همه ایرانیای ساکن داخل ایران، که بچه‌ها خودمون با خودمون خوب باشیم. درست این حکومت بوق یا عالم بوق هست رو سرمون و دهن ما رو سرویس کرده، ولی میخوام بگم که خودمون با خودمون خوب باشیم خیلی میتونه کیفیت زندگیمون رو تغییر بده. خیلی اما امروز مثلا از یه قهوه بخرم، روی خوش داشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، چقدر برای خودت خوبه، برای من خوبه. و برو تا چه میدونم مثلا این مثلا این جیبوریا، این کیف قاپیا، این گوشی زدن ها، اینا یه سری بچن که اصلا هم به پولش احتیاج ندارن. قول به شما میدم به پول این چیزه اصلا احتیاج ندارن. صفحش روشن شه. خیلی هاشون. یه بار یکی اومد گوشی منو بزنه، موفق نبود، ناشی بود. نگاه کردم توی پاشون مرتب، اصلا مشخصه به این پول احتیاجی ندارن. آقا این گوشی رو دیگه پولی بهش نمیدم بابتش، چقدر میخواد بخره ازش. فکر کن همینا برطرف بشه چقدر زندگی ما ایرانی‌ها بهتر میشه، کیفیتش. همین که خودمون با خودمون خوب باشیم. اونجای اینا، حالا اونجا اول آخر اینا کار داریم ما با اینا، یعنی مبارزه و بحثمون به کنار، خودمون با خودمون بچه خوب باشیم. خیلی خوب دیگه 200 بار نگو. چیز بخورم، داره شب میشه، برو جون ما دیگه. برنامه ریزی من رو حواس، یعنی مشخص نیست دقیقاً، از یه برنامه دقیقی من پیروی نمی کنم. خب موتور داره میره تو گل، سنگی شد. اینم از اینجا. من یه چیزی بخورم و با راک راه میفتم. هوا داره تاریک میشه دیگه، خب غروبه. با راک راه میافتیم، دقیقاً میریم کجا؟ همین راهی که اومدیم میریم اون بالا آبشار و شب اونجا هستیم و دوباره صبح میایم و هستیم در خدمتتون. احتمالاً شب توی چادر پای آتیشی درست کردم، چیزی بازی این که ویدیوهای چیزی میذارم. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. اینو جدید گرفتم، البته چپش بود. نمک فعلا. خب یه آپدیت بدم، راک نمیشه. یه آپدیت بدم و سفر. من عاشق فراموش کردم که امشب کلاس دارم. ساعت 8 روزای زوج کلاس زبانم آنلاینه و خوشبختانه اینجا اینترنت هست. جلسه قبلی هم غیبت کردم به خاطر همین اسباب کشیه. جلسه قبلی هم غیبت کردم، خوشبختانه اینجا اینترنت هست. باغمون اینترنت داره، یعنی دقیقا مقابل روستا. بری پایین‌تر، مثلا 1 کیلومتر 500 متر پایین‌تر دیگه آنتن نیست، اینترنت نیست. یعنی نور دوربین واش چیز موتور وایستم که دیده بشم یکم. گوپرو شب خیلی افتضاحه، اصلا نمیگیره، خیلی ضعف بزرگیه توش. واقعا اینو داشت یک بگذاریم. خسارت خوردم. کولم این بندش پاره شد، یه وری شده یه جورایی. یه وقتشه که عوضش کنم. گفتم تو کنم توی تیکه تو که داشتم میومدم. یکی دیگه این که میکروفون یقه لیلکی روش داره واسه باد ابری داره. بچه بودم توی اون فیلم ها وقتی که مثلا یه رو این گزارشگره یه چیزی، یه میکروفونی بود، همه گزارشگره یادم همونو داشتن. سایش تو صورتم. همه گزارشگرا همونو داشتن و یه چیز بالی داشت روش. داشتن میمد داشتن فشارش بدن و خلاص اون گم شد. ولی خب 2 تا داره. ای بابا 2 تا ازش دارم، یعنی 2 تا میکروفون داره. که از اون ابر اونو برمی‌دارم نیاز شد. اینم از این دیگه. چی امشب اینجا هستم، یعنی امشب که نه وای میستم تا ساعت 8 یه ساعت دیگه بودم کلاسم اونجا میرم و بعدش راه میافتم میرم سمت آبشار. تاریکی مطلق نمیدونم چیزی میشه اتفاقی پیش بره، ولی خب بدبخت دیگه پای ما داره میسوزه و میسازه. راک بیا اینجا که دیده شی اینجا. بسر نظرت چیه واسه سفر تا الان؟ اگر این زبان داشت قطعا یه فوش آفتار من میده.
اینقدر دوید تفلی، اینقدر دوید. ضربان قلب اینا کلا تند هست، یعنی ضربان قلب سگ خیلی تندتر از انسانه مثلا خود مقایسه کنیم. خب باز دوباره برمیگردی. فعلا صبح بخیر، چطورین؟ بیافر من بالاخره پا شدم، کجو کوله شدم، موها شکسته، صف بود شب زیرم. خواهر بود گذروندم شب. یه گروه هنرمند اومده، راکم رفت خدمتشون. اما همه رو باید بگیره. خیلی شب خوبی بود، خیلی حالا رفرشی شدم. بریم در ادامه ببینیم چه اتفاقی میفته. موها رو بدش کنجی خوبه. آپدیت. ما صبح اونجا پا شدیم، یعنی بیدارمون کردم، ملتی بود که ازش درمون رد میشد. در حالتی به خاطر کوله نبود خیلی میرفتن پایین تجایی که عمرن کسی رد نشه دیگه. ما صبح اونجا خوابیم، ملتی بودن که آقا بیدار شدن، سر راه ما رد شدن دیگه. پا شدم و چند نفر رد شدن، چند نفر راک ترسیدن طبق معمول دیگه. پا شدم. بدترین سفری بود از لحاظ مکانی، دم دستی و امکانات خودم. نه که با موتور اومدم عجله اومدم لعنتی، هیچ بر نداشتم. اگه با ماشین بودم باز دوباره تو چیزا می‌خریدم، گفتم ولش کن آقا باشه همراهم. ولی با موتور جا نداری. خلاصه الان اومدم یه شیر کاکائو و یه کیک اینا تو راه گرفتم تازه دارم میزنم و نه قهوه‌ای نه چیزی. حالا روستای پایین‌تر قهوه دارن، شاید برم اونجا. کاری ندارم دیگه، عملا تموم شد برنامه. توی چیز اونجا بیدار که شدم دیدم راک رفت سمت، یعنی ما اینجا خواب بودیم دقیقاً کنار چادرمون، اونا دقیقاً مسیرشون یه آقا و 2 تا خانم مسیرشو کش کردن، دقیقاً چسبیده به چادر ما رد شدن. بعد به خودم میگم بابا تو میخوای کاری رو انجام بدی باید بیسیک و یه سری پایه‌های اون کار رو بلد باشی، یاد بگیری، بری بخونی، بری حالا خوندنی هم نه ولش کن، بری ویدیو ببین تو یوتیوب این ور اون فلان. ما شدم اومدن اولی که خب بابا این یه چادر شخصی. آقا مجددا ارادت، گفتم شات پایانی رو از این نمای باحال، خیلی فاصله دوره زیاد باحال نیست، بگیرم براتون و خدافظی کنم. عرضم به حضورتون که دیگه من دارم برمیگردم دیگه. گفتم صبح چی شد، گوشی من راستی خاموش شد، یعنی مرحله آخر که داشتم باهاتون صحبت می‌کردم دوربینم خاموش شد و دیگه چند دقیقه گذاشتم شارژ راه افتادم و این قسمت ورودی این منطقه است. از جا ببین کاملا اشراف داره. این سمت میره سمت آبشار تو دل اون کوه. این هم که دیشب با هم رفتیم میره صد. الان اونجا من صد رو میبینم ولی خب فکر نمی کنم شما ببینید، دوره. این هم از برنامه این دفعهمون. از یه اسباب کشی رسیدیم به شب موندن توی طبیعت. خوش گذشت، مرسی. موتورم یاری کردم اشکم فکر نمی کردم بیاد. جایی که رفته بودم دیشب یا لمه موتور کراس و تریل اومده بودن، اینا قرقر قست و قاقا میکردن. گفتم بابا ول کن دیگه، اینجا اومدن قرقر نداره با این موتور. با موتور باید بری قله کو. خیلی دوست دارم جایی که میرم بالاخره جایی باشه که ارزش رفتنشو داشته باشه. میدونی چی میگم؟ بکر باشه، دست نخورده باشه، هر کسی نتونه بره. سر تو مسیر بودن اینا که حال نمیده. مرسی بچه‌ها، بازم مرسی که با من بودید. تا باز یه ویدئوی بعدی موتور و راکم عقب. مواظب خودتون باشید. فعلا